تو ویدیو امروز قرار 3 نفر با هم دیگه مسابقه بدیم. هر کی 5 تا ضربه شوت داره منتها روی این سطح لغزنده، ولی اونی که توپ دستشه یه مدافع جلوش داره که اون مدافع نباید بذارین توپ گل بشه. الان باید پالام پیلیم پولوم کنین، درست اگه گفته باشم؟ فکر نکن که ضربه زننده، دفاع و دروازه‌بان مشخص. آقا پالیم پولوم چیه؟ تک بیاره دیگه. بگو تک بیاره دیگه. نه اسمش پالام پیلیم پولوم. تهرانی هم یا پالام. وقتی یه جنروس داری. آقا بریم. پالام پیلیم پولوم. امیرعلی ضربه زننده است. من و تو سنگ قیچی کنیم. تا یک. تا یک. تا سه. بریم تا سه. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ یکی. سنگ کاغذ قیچی. 3-1 بردم. بریم. نظرم خیلی خوب بود. نظر چی بود؟ نظرم مثبته. نظرم مثبته که داشت ریدی. برو بابا. آقا بریم. 1 2 تمام. آقا نه تو کادر نه تو کادر نبود، فقط رو کادر. 1 3 نگفتم نمیری ها. آسکا تو زیر حرکت میکنه. 3 حاجی منو میبینه میترسه. بلندش کن نمیشه بابا، خیلی خره. 2 3 بابا تو نگو بیا. وای وای جانم. واسی آره نفر اول زد. خب الان بین من تو دور سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ درسته. وی آر آره الان من یکم. 1 2 یک چی؟ یک چی مساوی برو. خب سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. با اختلاف زیاد. همون زدم اولی زدم. خیلی جلو وای میستی. ایت حالا گل بخورن تا هیچی دیگه، اصلا دیگه رئال مادرید. 1 2 3 کثافت. تک بزن. تکلم بلد نیستی. تکل بزن. آقا بریم. 3 2 1 بابا باز ریدی تو این. داشت درست نمیشه کن. سر خورد، این وسط شنا بلند شد. بابا من همونجوری که من تک زدم تک بزن. داشت همونجا میزنم شنا زیرش اینجوری تو با شده. دفاع میای. سومیه؟ نه چهارمیه. چهارمیه. چهارم گل نداره. خیلی شد. 1 2 3 نه آره من بسه بگم تا دو رو من گفتم. شما نباید بگید، شما بازی کنید، من بازی کنم. تو باید بگی. 1 2 3 ای کثافت. خدایی تو لحظه خوب عمل میکنه. آره اگه حسین هم نزد هر کی یه دونه میگیره گل تله تا یکی بزنه. ما 2 تا بازنده داریم تو این بازی. اوکی؟ خب اگه سر گل تله 2 نفر گل بزنن یکی نزنه یه بازنده داریم. بازنده باید اینجا قرص بخوره. از اونجا تا اینجا. اوه کثافت. حله؟ بریم آقا. برو 1 2 3 یعنی چی؟ برو اون بر راموس. نه تو دروازه موندی. نه داشت راست میگه، باید عوض شه، این چرخه باید بچرخه. من دروازه من میخواستم اینو دفاع کنم. ببین بالاخره شوت زنی به استاد رسید. همین رنده کن. مرسی بزن بیرون. مرسی. محاسبات هم اشتباه دارم. راموس یعنی تو به پام نخورد. 1 2
آقا به این دفعه قبل هم همین کار کرده. آقا 3 رو بشنو بعد بزن آقا 3 رو بشنو بعد برو اومد یک دو سه مرسی نفر امیرعلی الان ثابت کرده که میتونه در خط دفاع رئال مادرید بازی کنه. آقا ببین اینا همه جرزنیه. امیرعلی خیلی روه. حتی این کسی هم که داره فیلم میگیره هم با ایناه. آره امیرعلی خیلی جلوه. بیا برو. یک دو سه مرسی حسین. نه امیر توپو بزن. گریگری ایسان تو بزن از این درست جا درسته برو یک دو سه حتی سریع ضربه امروز این بازی ادامه داره. یک دو سه صاحب آقا بیا، چمه چوسمانی بیا. دارم میاره بیشتر نمیگیره. بیا. این یه چوس ما چیکار کنیم؟ بگوزیم داداش، رسیدیم اون میشه. 8 متر داداش آقا بریم برای اون بیبلی بابلوز. سلام بیلیم اولین کسی که آقا ضربه دیگه میزنه. اصلا رب نداره. آقا بیا الان امیرعلی باید ضربه بزنه. آره من باید برم دفاع تا دوی دروازه. آره آره دارم دفاع. چون من دفاع نرفتم. از اول بازی مگه تو اما دروازه من نبودی؟ دفاع نرفتم. آقا تو شوت آقا زنه این داری. چرخه باید بچرخه. حماقت. من دروازه نرفتم. من یه چیز دفاع نرفتم. احمق. یعنی ببین صاحب چنل عقل نداره. همه چیکار دقیق از کنی؟ نیم الان درصد چیکار داره کنی؟ که من باید برم دفاع دیگه. اون باید داره دروازه. حسین آقا هند قبول. یه ضربه بدون دفاع داری. یه ضربه من از تو دفاع میکنم. حسین نکن شن دستشه اولو دادم آقا نه بزن یک دو سه آقا منم دیگه دو تا ضربه رو بیشتر آقا نزن. من نزن آقا سه تا نیست. اصلا یه دونه است اینم تو چون هنگ کردی بهش ضربه بزن بریم آره، سریع. یک دو سه ریدم جنه بابا پرید روم من ریدم یک دو سه چه ضربه است تک ضربه است چرا؟ کی باید میریم برای پنالتی نه پنالتی هر کی یه من پنالتی نمیفهمم داره این بازی بدون داره دفاع. بدون. چطوری پیش میره. هر کی مثل رضا دفعه اول بیاره اول پنالتی میزنه بار دوم دروازه‌بانه آره. بریم. یک دو سه امیر ضربه میزنه ضربه امیر ضربه بریم. برو الان دروازه‌بان هر کی مثل من کی؟ بیاد دروازه میره این دروازه من کجا فایده میباره بریم دو سه امیر شانس از دست میده امیر احتمال فهم فکر کنم بزنم تو خدت بزنم ریدم دهنه من دوازانم. بیا سنگاز بشه از راه دور تا یک نه درسته باید به دروازه. تو ضربه تو به این بزنی بعد این اگه گل بعد این آقا. باید آقا، تا آقا یک. درسته. آقا الان خودت گفتی من پنالتی من بزنم میگم آقا خودت گفتی من پنالتی بزنم اصلا فرقی نداره داشت باشه، چه من بیا. چه تو. چرا آخر باشی بهتر الان دروازه‌بان امیرعلیه الان دروازه‌بان امیرعلیه بده فوتبال دروازه‌بانی رفته اصلا چه ربطی داره. من نوش خفه شو تیش گوی نیست. بریم داداش سنگاز بشه تا یک یک دو سه شب بخیر ول کن بابا. بریم یک دو سه آقا عشا بعد چرا نرسید. سه دو یک امیر وایسا امیر مکم باش خیلی آروم زدم سیکتیر. آره دروازه بمون. برو آره دروازه بمون. برو یک دو سه
ببین واقعا واقعا ای سه لسانت خجالت بکش. 1 2 3 خوشگل بزنم. آخرم بزنی نمیزنی. برو گل من بخور. یه ضربه بزنم. امیر بابا، امیر. میفتی وسط اینجا. من میام. برو گل بخور. ببین الان میرم باید خودش نجات بده. امیرعلی که سوخته. حاجی امیرعلی که سوخته. حاجی اینو بگیرم دوتاشون باید قلط بزنن. حسین باید خودش نجات بده. وای خنگ نبود. 1 بس کن 2 3 ولی نیست. برو دیگه. وای وای! چرا زمان بالا نمیگیره؟ آقا تکرار داره. تکرار اصلا رو خط نبود که اینا جا تو کار پا. داره. بگو جلو وایساده. بگو عقب وایساده. داش خط رو رد کرده بودی. افشه بابا. داش خط رو رد کرده بودی. باز ناموسن. فقط نبود. ناموسن تکرار آقا من داره. خیلی جلو بودم. آقا من اصلا میرم پشت دروازه داش ناموسن. بیا پای منو. داش اینا جلو که اصلا پاس اینا- می‌ده. کلا جاپاه. این که برای توپ اینم دوتا پاهمه. آقا جلو خط دیگه. نبودی دیگه. جلو خط دیگه. نمی‌کنم. خط نبود. اومدم جلو آقا دیگه. تکرار بابا فوتبال دیگه. درسته دیگه آقا. چه ربط داوره داره؟ اصلا به تو چه ربطی داره داوره. تو کشی در بیار که بری. قلب تو بزنی. بزن تکراره. بزن. این آقای داور اینو گرفتم چی؟ صد بدون. برو 1 2 3 امیر آقا قد بزنه. همین که باید غلط بزنی. آقا من راه که خدای نامردیه. من دارم میگم به امیرعلی یه فرصت دوباره بدیم. یه ضربه داره. اگه اون ضربه رو گل کنه دوباره بازی میره به دو. آره. دو نفر باشن. اگه ضربه رو گل نکنه امیر با قلب. امیر واقعا شد. آقا قرار بود دو نفر باشن. یعنی چی باید قرار بود دو نفر باشن؟ اول نه دو نفر گفتن باشن. زمانی که نه اگه دو نفر گل بزنن یه نفر غلط آره. بزنن. آره. اما اینو باید حتما گل برو با یه حتما ضربه باید بده. گل کنی که بازی بره به دو. برو 1 او بر بزن امیر. 2 3 برو بزن. همون بر بزن. احمد گفتم بزن اون بر. آقا من اون اومد جلو. من دوست دارم واقعا ادامه پیدا کنم. داره حال میده واقعا. یعنی یه پنالتی دیگه هم بزنیم. به دو بشه. بزنیم به دو. خب فرض می‌کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده. آقا ببین شانس برای تو دوباره. رأی جماعت چیه؟ اگه من و حسین گل نزنیم گل نزنیم امیر گل بزنه مساوی میشه. آقا هر کی مثل رضا بندازه هر کی مثل رضا بندازه اول ضربه میزنه. 1 2 3 تو نه شما تو آورد. شما دو تا شما بین دو تا یک سنگ گذاشتی. سنگ کاغذ قشی. سنگ کاغذ قشی. سنگ کاغذ قشی. سنگ کاغذ قشی. دیر میاره خدایی. دیر باشه تا یک بزن. سنگ کاغذ دست از بالا بیار. سنگ کاغذ قشی. آقا ضربه بزن. واقعا دیرو. خب بیا من دیر آوردی. دروازه‌بان بیا ما دروازه‌بان هر کی مثل رضا بیاره میره دروازه. 1 2 3 1 2 3 من از خواستم این بودم. تو بندازش. کار من رو راحت کردی. آقا بریم آماده ای؟ الان دوباره تک زدن. تک ضربه 3 2 روبرت کارلوس مگه 3 2 1 1 2 3 آقا یه شانس به من بده. امیرعلی این خواست بازی ادامه پیدا کنه. چقدر دوست داره من غل خواست بخورم. بازی ادامه پیدا کنه. قانون نشکست. میگه من خودم تو قانون بده. شکستم. نه الان من دو هم. قانونش شکست دیگه. الان من دل دو هم. لذی خب تو دو بده من. امیرعلی یک ابوالفضل من هم دیگه. یکه. تو به ابوالفضل گرفتم. اگه الان امیرعلی گل کنه دل نمیخوره. خب نه خب چون یه بار اون داد تو هم باید یه بار بدی که بشی 3 بار تا 3 نشه بازی. آفرین آقا، چرا؟ چطور من رحمت کردم به این دهنتو دوستمون. ببند. من چطور رحمت کردم به امیرعلی
هر کی سه شده اصلا داخل این بازی. آقا احسن. دوام هر کی سه شده. برو امیر بزن. امیر همون حرکتی که بهت گفتم. یک یه ذره محکم‌تر فقط. 1 2 3. واو خوب بود. از همه ضرباتت بهتر بود. همین ضربات استواری داره میزنه. آره دیگه اگه از اول دوباره پالان پیدیم بود. نه آره دیگه پایان پیل خوب کنیم دیگه اولش امیر بدو بیا بدو بیا امیر دماغ عشق من بیا 1 2 3. این دوتا یه بار دیگه مثل من بیاره چی میشه؟ ضربه میزنه مثل من بیاره؟ مثل من بیاره مثل من بیاره 1 2 3. وای من چیکار کنم؟ احمق مثلا خواستیم که داشت که اصلا تو آمار نیستی برو بیار امیر تو آمار یه نیستی بنیامین در امیر برو کی باید ضربه بزنه؟ چی گفتم؟ منم دیگه اما یه بار کات بدم بده من آفرین آقا ادیت گوش میبرم بریم 1 2 3. بعد میزنی او میخوام با اینجا بزنم مثل شوت اولم بس بشه برو ببین منم بغل مثلا خوشگل بود. میزنی کی باید بره دروازه؟ منم من مصدومم در اگه این واقع ضربه رو گل بزنی این دوتا باید قلب در هر صورت باید غلط بزنن این بریم راست در هر صورت باید غلط بزنن بریم. این گل شه نمیذارم بزنی 2 3. آه انقدر گفتین من نتونستم گل بزنم بریم یه تشکر اما بیا. نکردم. بیا بریم. هر کی مثل رضا بیاره ضربه رو میزنه ضربه رو میزنی 1 2 3 داشتیم به من گفت سنگاقی چی کنیم میگی بره دروازه آه در شما دو تا چون اونجایی که گرفتی نامردی کردی می‌خواستی نامردی کنی باید پالان بیلیم بفت آرام باش پالان بیلیم بفت آقا امیر اینجا بله پالان هر کی شای من بیاره میره دروازه حله 1 2 3. برو دروازه بریم حواس شما من تو وظایفم انجام بدم یه لحظه ببخشید تمام تلاشش رو داره میکنه من اینجا قل قل بریم 1 برو 2 اونور بدم برو اونور کاری ندارم خیلی لیزه من باید بزنی من چرا نزنم بزن اول نگی نیت اینه که 1 بشه چقدر توپ سوره کی باید بزن حسین؟ من باید بزنم امیرعلی سیکتی بیا اینجا نه امیرعلی بار رفت امیرعلی باید بره دروازه امیرعلی رفت ابوالفضل الان امیرعلی رفت امیرعلی بار رفت نه رفت امیرعلی رفت برو 1 2 3. وای آقا من باید این باید دروازه میرفت چرا دارین توانی میبینی اینم میگرفت حالا من باید برم دروازه دیگه اصلا به تو حالا من خط باید برم دادم. دروازه دیگه آره دیگه الان پالان بیلیم بود نه دیگه خب من دروازه نرفتم آخه آره دیگه دروازه نرفت الان با سر ضربه زدن رو بیان چیز کنیم بیا تو یه بار رفت این نرفت اصلا پالان بیلیم پف باباش از بالام بلیم پف بالام بلیم پف من که حالا نمیدونم فیلم شما بزنید هیز باید بره نه با ضربه ضربه بزن آقا امیرعلی میزنه جان مادرت گل کن طبل شادانه بکن پیروز و مردانه بکن برخیز و پرچم را ببر بریم 3 1 2 3. وای از وای دو بازی گل خورد احمق تو یکی این دوه من این سه. دوه من سه هم داشت دوه من سه هم داشت سه بود که بازی تمام بود آقا، بازی نه ما گفتیم یه دور بزنیم دیگه یه دور اضافه شد آقا، سه نشد اون لحظه باش آقا داور اون لحظه که تو گفتی به یه دست دیگه آقا یه دونه به من گل زد وایسا درسته گلاتو بگو من کی یه دونه به این زدی گل زدم دو تا با اون یه بار زدم فیلم رو مرور دو کنی تا رو شوری بزد یه بار فیلم مرور کنی آقا بعد وی آر آقا. دیدیم که دروغ داشت میگفت همون 2 1 2 این تازه 2 2 2 1 چرا به تو آخه من
خواستم کمک کنم سهم این خوبی کردم بریم من میرم تو دروازه. منم حتی باید بزنی بعد امیر میزنه بعد آخر سوار این دیگه گل امیر گل نزنید نرم شده میره توشه. دهنت سرویس این زد تو زدی حالا این با بزن تمام میشه چه تقابل زیبایی. تقابل حساس برو بریم وایسا. برو گل. اوت شد از اوت رفت از اوت رفت داشت تو گوشی نگاه کن بسخالی زاده بیا تو قیل بخور تو قل بخور دلتو بخور مجازات امیرعلی دلتو بخور. داشت من هم لباس بیارم الان ولش کن تو میشه خیلی سرده بذار بره خیلی سرده بابا حداقل اومدی. آقا دهنتو ببند پسر داره مجازات میره برو. کجا؟ عوضی من برو تو آه آن از این ور تا این ور آی پا به نظر روش خاک بریزین نه نه دیگه اصلا قابل استفاده نیست امیرعلی. وای سرده برو نکن نه نمیریزه نمیریزه. یک سری سری وای آها سکوت وای سرده برو حاجی این مامانش دیگه نمیذاره. سر مار ای عالیه برو تو آب عالیش. ای آدمتون گم تو همینجا ویدیو دیدیم. تو همینجا بابا بی بالا دیگه داداش نمیاد بالا. احمقی تو. آقا مرسی که تا همینجا ویدیو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب دمتون گرم. از اکتو حمایت کنید. از من بیشتر حمایت کنید دوستان. آقا دمتون گرم. یه کامنت هم بذارید. نذارید اوه اسپایدرمنه اسپایدرمنه چیزی پشته نظرتونم بنویسید در مورد اینجور ویدیوها. تا درود دیگر بدرود.